در دنیایی که روح انسان‌ها بیرون از بدنشون زندگی میکنه، یه دختر کنجکاو قرار رازی رو ببینه که میتونه سرنوشت جهان رو تغییر بده. درود به شما عزیزان، من نیلوفر هستم. رمانی که براتون میخونم عنوانش لیرا و قطب‌نمای جادوییه. نویسنده فیلیپ پولمن. قسمت اول، آکسفورد. لیرا و قطب‌نمای جادویی اولین قسمت از یک مجموعه سه‌جلدی است. ماجراهای جلد اول در دنیایی اتفاق می‌افتد که با وجود شبیه بودن به دنیای ما، تفاوت‌های فراوانی با آن دارد. در جلد دوم با 3 دنیا سر و کار داریم. دنیایی که در قطب‌نمای جادویی با آن آشنا شده‌ایم، دنیای خودمان و دنیای سومی که باز هم از خیلی جهات با دنیای ما فرق دارد. ماجراهای جلد سوم این مجموعه در دنیاهای متعددی رخ می‌دهد. فصل اول، شیشه توکی. لیرا و دمونش در حالی که با احتیاط از کنار دیوار حرکت می‌کردند تا کسانی که توی آشپزخانه بودند آنها را نبینند. از تالار تاریک عبور کردند. 3 تا میز بزرگی که به اندازه طول تالار بودند قبلا چیده شده بود. ظروف نقره‌ای و بلوری نور اندکی را که در اتاق بود منعکس می‌کردند و نیمکت‌های بلند برای مهمان‌ها آماده شده بود. عکس‌های رؤسای قبلی در تاریکی روی دیوارها آویخته بود. وقتی لیرا به حال رسید برگشت و به در باز آشپزخانه نگاه کرد. هیچ کس نبود. به آرامی کنار میز غذای استادان رفت. بیشتر قسمت‌های میز به‌جای نقره طلاکاری شده بود و هر 14 تا صندلی کوسه‌اندار پشت آن به‌جای چوب بلوط از چوب ماهون ساخته شده بود. لیرا جلوی صندلی رئیس ایستاد و به آرامی به بزرگترین لیوان روی میز تلنگر زد. صدا کاملا در تالار پیچید. دمونش خیلی آهسته گفت: مواظب رفتارت باش. تو اصلا این قضیه را جدی نگرفته‌ای. اسم دمونش پانتالیمون بود و در حال حاضر به شکل شب‌پره قهوه‌ای تیره رنگی در آمده بود تا در تاریکی تالار دیده نشود. لیرا زیر لب جواب داد: آنها آنقدر توی آشپزخانه سر و صدا می‌کنند که هیچی نمی‌شنوند. تازه استوارت هم تا زنگ اول نمی‌آید، پس دیگر اینقدر کلی‌بازی در نیاور. به هر حال لیرا کف دستش را روی لبه لیوان گذاشت تا طنین آن خاموش شود و پانتالیمون به سمت در نیمه باز اتاق پذیرایی که در آن سر حال بود پرواز کرد و وارد اتاق شد. چند لحظه بعد دوباره سر و کله‌اش پیدا شد و گفت: هیچ کس آنجا نیست، ولی باید عجله کنیم. لیرا که پشت میز اساتید خم شده بود مثل برق به طرف در پرید و وارد اتاق پذیرایی شد. بعد ایستاد و به اطراف نگاه کرد. تنها نور اتاق از چوب‌های توی شومینه‌ای بود که شعله‌های درخشانش تا حدودی فروکش کرده بود و جرقه‌هایی از آن به هوا پرتاب می‌شد. او بیشتر عمرش را در دانشکده گذرانده بود، ولی تا امروز هیچ‌وقت اتاق پذیرایی را ندیده بود. فقط اساتید و مهمانانشان اجازه ورود داشتند و تا حالا پای هیچ زن یا دختری به اینجا باز نشده بود. حتی زن‌های خدمتکار هم اجازه تمیز کردن این اتاق را نداشتند. این کار فقط به عهده باتلر بود. پانتالیمون روی شانه لیرا نشست و یواش گفت: حالا راضی شدی؟ برویم دیگر. مسخره بازی در نیاور. من می‌خواهم یک نگاهی به این دور و بر بیاندازم. آنجا اتاق بزرگی بود با یک میز بیضی شکل از چوب صیقل خورده صندل سرخ که رویش انواع جام‌ها و لیوان‌ها و یک آسیاب نقره‌ای و یک قلیان دیده می‌شد. در همان نزدیکی روی بوفه یک ظرف کوچک گرم کننده غذا و یک سبد گل کوکنار هم قرار داشت. لیرا زیر لب گفت: هان، خوب به خودشان میرسند، نه؟ بعد روی یکی از مبل‌های راحتی نشست.
انقدر گود بود که انگار توی آن خوابیده بود. ولی دوباره بلند شد و پاهایش را زیر بدنش جمع کرد تا بتواند تابلوهای روی دیوار را ببیند. آنها احتمالاً عکس‌های اساتید مسن‌تر بودند. آن مردها در لباس رسمی ریشو و گرفته با نگاهی پر از سرزنش از توی قاب‌هایشان به بیرون زل زده بودند. تو فکر می‌کنی آنها درباره چی حرف؟ 3 نقطه. میرا داشت این سوال را می‌پرسید که ناگهان صدایی را از بیرون در شنید. پانتالیمون آهسته گفت برو پشت صندلی، زود باش. در یک چشم به هم زدن لیرا از توی مبل بیرون آمد و پشت آن قایم شد. البته جای خوبی برای پنهان شدن نبود، چون مبلی را انتخاب کرده بود که دقیقاً وسط اتاق قرار داشت و اگر کوچکترین سر و صدایی می‌کرد 3 نقطه. در باز شد و نور اتاق تغییر کرد. یکی از تازه‌واردها چراغی را که در دست داشت روی بوفه گذاشت. لیرا می‌توانست شلوار سبز تیره و کفش‌های سیاه براقش را ببیند. حتما یک مستخدم بود. سپس صدای کلفتی گفت لرد آزریل هنوز نرسیده؟ این صدای رئیس بود. لیرا در حالی که نفسش را در سینه حبس کرده بود، دمون خدمتکار را دید که دوان دوان وارد شد و به آرامی روی پاهایش نشست. او هم مثل دمون‌های دیگر خدمتکاران یک سگ بود. بعد از آن هم پاهای رئیس در کفش سیاه کهنه‌ای که همیشه می‌پوشید نمایان شد. باتلر گفت خیر قربان، از آروداک هم خبری نیست. به گمانم وقتی برسد گرسنه باشد. او را مستقیم به تالار راهنمایی کن. بسیار خوب قربان. از آن توتی مخصوص برایش آماده کرده ای؟ بله قربان، همانطور که دستور داده بودید. توتی سال 1898. یادم میآید که عالی جناب خیلی آن را دوست داشتند. خوبه. حالا لطفاً مرا تنها بگذار. به چراغ نیاز دارید قربان؟ بله، آن را هم بگذار. ضمناً در طول شام مواظب باش که نورش تنظیم باشد. باتلر تعظیم کوتاهی کرد و از اتاق خارج شد. دمونش هم مطیعانه دنبالش راه افتاد. لیرا از مخفیگاه نصف و نیمه‌اش رئیس را دید که به طرف کمد بزرگ بلوطی گوشه اتاق رفت. لباسش را از روی چوب لباسی برداشت و با زحمت زیاد پوشید. او مرد نیرومندی بود ولی گذشت بیش از 70 سال از عمرش حرکاتش را کند و سخت کرده بود. تا رئیس لباسش را پوشید، دمانش که به شکل کلاه بود از روی کمد پایین پرید و در جای همیشگی‌اش روی شانه راست او نشست. اگرچه صدایی از پانتالیمون در نمی‌آمد، ولی لیرا نگرانی و اضطراب او را حس می‌کرد. خودش هم که حسابی هیجان زده شده بود. مهمانی که رئیس از او حرف می‌زد، لرد آزریل عموی لیرا بود. مردی که هم خیلی دوستش داشت و هم از او می‌ترسید. می‌گفتند که در مسائل مهم سیاسی، تحقیقات محرمانه و جنگ‌های برون‌مرزی شرکت دارد. لیرا هیچ‌وقت نمی‌دانست که او چه موقع پیدایش می‌شود. لرد مرد خشنی بود و اگر در این اتاق مچش را می‌گرفت به شدت تنبیهش می‌کرد. ولی لیرا می‌توانست عصبانیتش را تحمل کند. به هر حال چیزی که لیرا چند لحظه بعد مشاهده کرد کل ماجرا را تغییر داد. رئیس کاغذ تا شده‌ای را از جیبش درآورد و روی میز گذاشت. چوب پنبه را از دهانه شیشه‌ای که در آن شراب طلایی رنگ غلیظی بود برداشت و مقدار کمی از پودری سفید را داخل آن ریخت. بعد هم کاغذ را مچاله کرد و در آتش انداخت. سپس مدادی را از جیبش درآورد و شراب را آنقدر به آن هم زد تا پودر کاملا حل شد. آخر سر چوب پنبه را سر جایش گذاشت. دمانش جیغ کوتاهی کشید. رئیس با صدای آهسته‌ای پاسخش را داد و قبل از خارج شدن از دری که وارد شده بود با چشمان خمار گرفته‌اش به اطراف نگاه کرد. لیرا آهسته گفت دیدی پان؟ معلومه که دیدم. حالا تا استوارد نیومده زود باش از اینجا برویم.
ولی تا این حرف را زد صدای زنگ از آن طرف تالار به گوش رسید. لیرا گفت صدای زنگ استوارد است. فکر می‌کردم وقت بیشتری داریم. پانتالیمون سریع تا در تالار رفت و برگشت و گفت استوارد رسیده به تالار. از آن در دیگر هم نمی‌توانی بیرون بروی. این در که رئیس هم از آن وارد شده بود به راهروی شلوغی که بین کتابخانه و اتاق استراحت اساتید بود باز می‌شد. در آن موقع از روز راهرو پر از افرادی بود که یا داشتند برای شام لباس می‌پوشیدند و یا عجله داشتند قبل از ورود به تالار جزوه‌ها و کیف‌هایشان را در اتاق استراحت بگذارند. میرا اول قصد داشت از دری که آمده بود خارج شود، ولی چند لحظه قبل از شنیدن صدای زنگ استوارد به آن یکی در هم برای فرار فکر کرده بود. تا قبل از دیدن کاری که رئیس کرده بود ممکن بود با عصبانیت استوارد کنار بیاید و تحمل کند و یا امیدوار باشد که کسی در شلوغی راهرو او را نبیند، ولی حالا با فهمیدن این قضیه حسابی گیج شده بود و نمی‌دانست چه کار کند. چند لحظه بعد صدای قدم‌های سنگینی را در حال شنید. استوارد داشت به اتاق پذیرایی می‌آمد تا ببیند همه چیز برای کهنال و شراب بعد از شام اساتید آماده است یا نه. لیرا به طرف کمد بلوطی رفت و به سرعت درش را باز کرد و خود را در آن مخفی کرد و درست در لحظه‌ای که استوارد وارد اتاق شد در را بست. نگران پان نبود. رنگ اتاق تیره بود و در ضمن او همیشه می‌توانست به راحتی زیر یک صندلی بخزد و خود را قایم کند. صدای خس‌خس نفس‌های استوارد به گوش می‌رسید. در کمد کاملا بسته نشده بود و لیرا از لای شکاف آن او را دید که لوله‌ها را کنار قلیان مخصوص تنظیم کرد و نگاهی به جام‌ها و لیوان‌ها انداخت. بعد با کف دستش موهای بالای گوشش را صاف کرد و چیزی به دمونش گفت. چون استوارد یک خدمتکار بود، دمونش هم به شکل سگ بود و از آنجایی که هرچه خدمتکار مقام بالاتری داشت، سگش هم از نژاد بالاتری بود. دمون استوارد هم از نژاد سگ‌های شکاری سرخرنگ بود. دمون که انگار به حضور مزاحمی در اتاق مشغول شده بود، نگاهی به اطراف انداخت، ولی از شانس خوب لیرا به سمت کمد نیامد. او تا حالا 2 بار از استوارد کتک خورده بود و به شدت از او حساب می‌برد. لیرا صدای خیلی یواشی شنید و فهمید که پان کنارش است. حالا دیگر مجبوریم اینجا بمانیم. آخر چرا به حرفهای من گوش نکردی؟ لیرا صبر کرد تا استوارد از اتاق خارج شود. وظیفه او نظارت بر نحوه پذیرایی در سر میز غذای استادان بود. لیرا می‌توانست صدای حرف زدن آرام اساتید و لخلخ کفش‌هایشان را که به تالار می‌آمدند بشنود. آهسته جواب داد: اتفاقاً خوب شد که گوش نکردم. وگرنه هیچ وقت نمی‌فهمیدم که رئیس در مشروب سم ریخته. می‌دانی پان، این همان توکیی بود که درباره‌اش از باتلر سؤال کرد. آنها می‌خواهند عمو آزریل را بکشند. تو که نمی‌دانی واقعاً سم بوده. معلومه که بوده. ندیدی چطور قبل از ریختن آن باتلر را از اتاق بیرون کرد؟ اگر واقعاً چیز بی‌خطری بود چه اشکالی داشت باتلر هم آن را ببیند؟ تازه من می‌دانم که یک اتفاقی دارد می‌افتد. یک چیز سیاسی. مستخدم‌ها چند روز است درباره‌اش حرف می‌زنند. پان، ما می‌توانیم جلوی یک قتل را بگیریم. پان بی‌حوصله و عصبی گفت: توی عمرم حرفایی به این چرندی نشنیده بودم. تو اصلا فکر کردی چطور می‌توانی 3-4 ساعت بی حرکت توی این بوتیک بوت بمانی؟ بگذار یک نگاهی به راهرو بیاندازم ببینم چه وقت خلوت است. او از روی شانه‌اش پرید و لیرا سایه کوچکش را در نوری که از شکاف میتابید دید. لیرا که به حالت خمیده نشسته بود گفت: پان، فایده‌ای ندارد. من میخواهم بمانم. حتما لباسی، چیزی اینجا هست که توی کمد پهن کنم و یک جای راحت برای خودم درست کنم. فقط میخواهم بفهمم آنها چه کار میکنند. بعد با احتیاط سعی کرد که بلند شود.
کاملا مواظب بود که به شورلباسی‌ها نخورد و سر و صدایی ایجاد نکند. در حین گشتن متوجه شد کمد بزرگتر از آن است که فکر می‌کرده. چندین دست لباس دانشگاهی و شال گردن توی کمد دیده می‌شد که اکثراً با ابریشم پوشیده شده بودند. دور بعضی هم خز بود. لیرا یواش گفت: نمی‌دانم همه اینها مال رئیس است یا نه. حتما وقتی از جاهای دیگر درجات افتخاری می‌گیرد این لباس‌های شیک را بهش می‌دهند و او هم آنها را برای پوشیدن در مراسم رسمی نگه داشته. ۳ نقطه پان: تو واقعا فکر می‌کنی توی مشروب هیچ سمی نیست؟ نه، من هم با تو موافقم. ولی فکر می‌کنم که این قضیه اصلا به ما مربوط نیست. به نظرم این یکی از احمقانه‌ترین کارهایی بود که تو خودت را با آن قاطی کردی. نیرو گفت: دیوانه‌بازی در نیاور. من نمی‌توانم اینجا بنشینم و ببینم که دارن به عمویم زهر می‌دهند. خب برو یک جای دیگر. تو واقعا یک ترسویی پان. معلومه که می‌ترسم. مثلا می‌خواهی چه کار کنی؟ بپری بیرون و لیوان را از لای انگشت‌های لرزانش بقاپی؟ چی توی آن کله‌ات است؟ لیرا با پرخاش گفت: هیچی توی کله‌ام نیست. خودت هم این را خوب می‌دانی. ولی پان، حالا که قضیه را فهمیدم دیگر راهی ندارم. تو لابد یک چیزهایی درباره وجدان شنیده‌ای مگر نه؟ چطور وقتی که می‌دانم چه اتفاقی دارد می‌افتد می‌توانم بروم و توی کتابخانه یا یک جای دیگر بنشینم و مگس بپرانم؟ مطمئن باش این کار را نمی‌کنم. بهت قول می‌دهم. آن بعد از لحظه‌ای گفت: این کاری است که همیشه دلت می‌خواهد انجام بدهی. از اولش هم می‌خواستی اینجا قایم بشوی و همه جا را دید بزنی. چرا من قبلا این را نفهمیدم؟ خیلی خوب، قبول. ولی همه می‌دانند که آنها دارند کارهای محرمانه‌ای می‌کنند و مراسمی چیزی دارند. من فقط می‌خواهم بفهمم که قضیه چیه. به ما هیچ ربطی ندارد لیرا. اگر آنها بخواهند با اسرار کوچولویشان خوش باشند، تو فقط باید بزرگی کنی و اجازه بدهی که به این کارشان ادامه بدهند. قایم شدن و جاسوسی کردن کار بچه‌های احمق است. تو دقیقاً داری همان چیزی را میگویی که من خودم میدانم. حالا هم دیگر غر نزن و غرغر نکن. برای مدتی هر دو ساکت شدند. زیر پای لیرا سفت بود و او اذیت میشد. پانتالیمون هم داشت با قیافه حق به جانب شاخک‌های موقتی‌اش را روی یکی از لباس‌ها می‌کشید. لیرا احساس می‌کرد که یک عالم فکر و خیال دارند توی سرش با هم می‌جنگد و الان بیشتر از هر چیزی دوست داشت آن افکار را به دمونش هم بگوید. ولی خب لیرا آدم مغروری بود. شاید ترجیح میداد بدون کمک پانتالیمون مسائلش را حل کند. خیلی نگران بود، ولی نه برای خودش. آنقدر توی دردسر افتاده بود که دیگر به این جور چیزها عادت کرده بود. این بار نگران لرد آزریل بود و از این اتفاقات هم هیچ سر در نمی‌آورد. لرد آزریل خیلی کم به دانشکده می‌آمد و مسافرت این بارش که همزمان با یک سری بحران‌های سیاسی بود، نشان می‌داد که او تنها برای مهمانی و خوردن شراب و کشیدن کوکنار با تعدادی از دوستان قدیمی‌اش نیامده. ۳ نقطه: لیرا می‌دانست که هم لرد آزریل و هم رئیس عضو هیئت دولت و جزو گروه مشاورین مخصوص نخست‌وزیر بودند. شاید مسافرتش به همین مسائل ربط داشت، ولی جلسات هیئت دولت همیشه در قصر برگزار می‌شد، نه در اتاق پذیرایی دانشکده جردن. شایعه‌ای چندین روز بود که میان مستخدمین دانشکده پیچیده بود. می‌گفتند تارتارها روسیه را تصرف کردند و به سمت شمال و سن پترزبورگ در حال پیشروی هستند. با تصرف آنجا تارتارها می‌توانستند بر دریای بالتیک و سرانجام بر تمام اروپای غربی مسلط شوند. لرد آزریل هم مدت‌های زیادی را در سرزمین‌های دوردست شمالی گذرانده بود. آخرین باری که لیرا او را دیده بود، داشت برای مسافرت به لاپلاند آماده می‌شد. لیرا زیر لب گفت: پان، چیه؟ تو فکر می‌کنی جنگی در کار است؟ هنوز نه. اگر قرار بود در 1-2 هفته آینده جنگی شروع بشود،
لرد آزریل امشب اینجا شام نمیخورد. من هم همین فکر را میکردم، ولی بعداً 3 شش، یکی دارد میآید. لیرا بلند شد و نشست و صورتش را به شکاف در چسباند. باتلر بود که طبق دستور رئیس برای تنظیم چراغ آمده بود. اتاق استراحت و کتابخانه با چراغ‌های آنباریکی روشن می‌شدند، ولی در این اتاق اساتید چراغ‌های قدیمی و ملایم‌تر نفتی را ترجیح می‌دادند. دلشان نمی‌خواست تا زمانی که رئیس زنده بود چراغ‌ها را عوض کنند. باتلر فتیله چراغ را تنظیم کرد و چوب دیگری را هم در آتش انداخت. سپس برای چند لحظه به دقت به صدای در تالار گوش داد و بعد خیلی سریع یک مشت کوکنار برداشت و در جیبش شپاند. هنوز درپوش را درست سر جایش نگذاشته بود که دسته در چرخید و او یک مرتبه از ترس از جا پرید. لیرا سعی کرد جلوی خنده‌اش را بگیرد. باتلر به سرعت برگ‌ها را در جیبش شپاند و به طرف تازه وارد برگشت. لرد آزریل. لیرا از تعجب به خود لرزید. از توی کمد نمی‌توانست عمویش را ببیند. خیلی دوست داشت برای دیدنش جلو برود، اما خودش را کنترل کرد. لرد آزریل گفت: عصر بخیر رن. لیرا همیشه با آمیزه‌ای از ترس و شادی به این صدای خشن گوش می‌داد. برای شام خیلی دیر رسیدم. همینجا منتظر میمانم. باتلر معذب به نظر می رسید. تنها در صورت دعوت رئیس مهمانان وارد اتاق پذیرایی می شدند و لرد آزریل هم به خوبی این موضوع را می دانست. با این حال وقتی باتلر متوجه نگاه‌های معنادار لرد به جیب‌های برآمده‌اش شد، تصمیم گرفت که اعتراضی نکند. عالی جناب، اجازه هست ورودتان را به رئیس اطلاع بدهم؟ ضرری ندارد. می توانی قهوه هم برایم بیاوری. بسیار خوب عالی جناب. باتلر تعظیمی کرد و با عجله خارج شد. دمونش هم مطیعانه دنبالش دوید. لرد آزریل در لباسهای مسافرتی‌اش به طرف آتش رفت و دستهایش را بالای سرش برد و کش و قوسی به آنها داد و مثل یک شیر خمیازه کشید. لیرا با دیدن دوباره عمویش به یاد آورد که چقدر مثل همیشه از او می‌ترسد، ولی حالا دیگر یواشکی خارج شدن از آنجا خیلی دیر شده بود. باید از جایش تکان نمی‌خورد و منتظر می‌ماند. دمان لرد که یک پلنگ برفی بود پشت سرش ایستاد و آرام پرسید: تصمیم داری اسلایدها را همینجا نشان بدهی؟ در سالن سخنرانی جار و جنجال بیشتری به پا می‌کند. آنها می‌خواهند نمونه‌ها را هم ببینند. الان می‌فرستم دنبال درمان. واقعاً که دوران سختی است. استل ماریا، تو باید استراحت کنی. لرد روی یکی از مبل‌ها دراز کشید و لیرا دیگر صورتش را ندید. آره، لباسم را هم باید عوض کنم. احتمالاً آنقدر تشریفات و رسم و رسوم قدیمی دارند که به آنها اجازه بدهد مرا به خاطر این لباسهای نامرتب توبیخ کنند. فکر می‌کنم باید 2-3 روزی استراحت کنم. می‌دانی؟ 3 ضربه‌ای به در خورد و باتلر با سینی نقره‌ای که رویش قوری قهوه و یک فنجان بود وارد شد. متشکرم رن. آن بطری توکی است که روی میز می‌بینم؟ بله عالی جناب. رئیس مخصوصاً آن را برای شما سفارش داده‌اند. فقط 30-40 تا از این بطری‌های سال 98 باقی مانده. درسته، بیشتر چیزهای خوب دیگر از بین رفتند. لطفاً سینی را بگذار پیش من و به دربان بگو چمدان‌هایم را که در نگهبانی گذاشته‌ام به اینجا بیاورد. اینجا عالی جناب. بله همینجا. ضمناً به یک پرده و یک پروژکتور هم نیاز دارم. همینجا، همین الان. باتلر به سختی توانست تعجب خود را پنهان کند و حرفی نزند. رن، مثل اینکه مقام خودت را فراموش کرده ای. از من سوال نکن. فقط هر چه دستور میدهم انجام بده. اطاعت عالی جناب. ولی اگر اجازه بفرمایید آقای کافسون را در جریان برنامه‌هایتان قرار بدهم، چون ممکن است بعداً کمی جا بخورد. متوجه منظورم که هستید؟ بله البته، به او هم خبر بده. آقای کافسون همان استوارد بود.
رقابت قدیمی و ریشه‌داری بین او و باتلر وجود داشت. استوارت از نظر مقام بالاتر بود، ولی باتلر همیشه شانس بیشتری برای خودشیرینی در برابر اساتید داشت و از آن فرصت‌ها بیشترین استفاده را هم می‌کرد. باتلر از اینکه چنین شانسی نصیبش شده بود تا به استوارت نشان دهد چیزهای بیشتری در مورد اتاق پذیرایی می‌داند، حسابی کیف می‌کرد. او تعظیمی کرد و از اتاق بیرون رفت. لیرا دید که عمویش فنجانی قهوه ریخت و یکباره آن را سر کشید. فنجان دوم را جرعه جرعه نوشید. لیرا نگران و بیقرار بود. جعبه نمونه‌ها، پروژکتور. عمویش می‌خواست چه چیزی به اساتید نشان بدهد که اینقدر مهم و حیاتی بود. لرد آزریل از جا برخاست و از کنار آتش دور شد. حالا لیرا کاملا او را می‌دید و از تفاوتی که بین عمویش و آن باتلر شاغالو و آن اساتید خمیده و بیحال می‌دید در شگفت بود. لرد آزریل مردی بود بلندقد، با شانه‌های ستبر و چهره‌ای سبزه و خشن و چشمانی که با خنده‌ای وحشی برق می‌زد و می‌درخشید. این چهره یا باید پیروز می‌شد یا شکست می‌خورد. هیچ حس ترحم یا حمایتی در بیننده ایجاد نمی‌کرد. تمام حرکاتش مثل حیوانات وحشی پراباحت و کاملا حساب شده بود و وقتی که در اتاق کوچکی مثل اینجا حضور داشت مانند شیری بود که در قفسی بسیار کوچک گیر افتاده باشد. در حال حاضر حالتی گنگ و پریشان داشت. دمانش به او نزدیک شد و سرش را روی سینه او گذاشت. لرد نگاه اسرارآمیزی به او انداخت و سپس به طرف میز رفت. ناگهان لیرا احساس دلشوره شدیدی کرد. عمویش سر بطری توتی را برداشته بود و داشت آن را در لیوان می‌ریخت. بی اختیار ناله ضعیفی از دهان لیرا خارج شد. نه! لرد با شنیدن صدا به سرعت برگشت. کی آنجاست؟ لیرا دیگر طاقت نیاورد. از کمد بیرون پرید و تقلا کرد تا لیوان را از دست عمویش بگیرد. بر اثر این ضربه شراب به میز و قالی پاشیده شد و لیوان هم به زمین افتاد و تکه تکه شد. لرد آزریل مچ لیرا را گرفت و پیچاند. لیرا اینجا چه غلطی میکنی؟ ولم کنید تا بهتان بگویم. اول دستت را میشکنم. چطور جرأت کردی بیایی اینجا؟ من فقط میخواستم جانتان را نجات بدهم. هر دو برای لحظه‌ای ساکت شدند. دختر از درد به خود می‌پیچید ولی صورتش را در هم کشید تا جلوی فریاد زدنش را بگیرد. لرد مثل یک تندر خشمگین روی او خم شد و با لحن آهسته‌تری گفت: تو چه گفتی؟ لیرا از میان دندانهای به هم فشرده‌اش گفت: این شراب سمی است. خودم دیدم که رئیس مقداری پودر توی آن ریخت. لرد رهایش کرد. لیرا به زمین افتاد و پانتالیمون با نگرانی به طرفش پرید. عمویش داشت با خشم کنترل شده‌ای به او نگاه می‌کرد ولی لیرا جرأت نگاه کردن به چشمان او را نداشت. من فقط می‌خواستم ببینم که اتاق چه شکلی است. می‌دانم که نباید این کار را می‌کردم. می‌خواستم پیش از اینکه کسی بیاید بروم بیرون که یهو صدای پای رئیس را شنیدم که داشت می‌آمد توی اتاق و خب من اینجا گیر افتادم. تنها جایی که می‌توانستم خودم را قایم کنم توی کمد بود. بعدش هم دیدم که در مشروب یک مقدار پودر ریخت. اگر من 3 نقطه. ضربه‌ای به در خورد. لرد گفت دربان است. برگرد توی کمد. اگر کوچکترین صدایی بشنوم چنان بلایی سرت می‌آورم که آرزوی مرگ خودت را بکنی. لیرا سریع به داخل کمد برگشت. به محض اینکه در را بست، لرد آزریل گفت بیا داخل. همانطور که گفته بود دربان پشت در بود. اینجا عالی جناب. لیرا پیرمردی را دید که با شک و دودلی در آستانه در ایستاده بود. از پشت سرش هم گوشه‌ای از یک جعبه چوبی بزرگ دیده می‌شد. لرد آزریل گفت بله شاتر. هر دو را کنار میز بگذار. حالا که خیال لیرا کمی راحت شده بود به یاد درد شانه و مچ دستش افتاد. اگر او از آن دسته دخترهایی بود که مدام گریه می‌کردند همین مقدار درد برای درآوردن اشکش کافی بود ولی به جای گریه دندانهایش را به هم فشرد و بازویش را آرام تکان داد.
تا دردش کمتر شود. ناگهان صدای شکستن لیوان و ریخته شدن شراب را شنید. لعنت به تو، ببین چه کار کردی، پیرمرد خرفته حواس پرت. میرا فهمید که قضیه از چه قرار است. عمو کاری کرده بود که بطری توکی از روی میز بیفتد و اینطور به نظر برسد که دربان آن را انداخته است. پیرمرد جعبه را به دقت زمین گذاشت و شروع به عذرخواهی کرد. عالی جناب، من واقعا متاسفم. حتما خیلی به میز نزدیک. 3 نقطه. کافیه. قبل از اینکه جذب قالی بشود برو یک چیزی بیاور و این خرابکاری را پاک کن. دربان و دستیار جوانش به سرعت خارج شدند. لرد آزریل به کمد نزدیک شد و آهسته گفت: شاید تا تو توی کمد هستی بتوانی کار مفیدی انجام بدهی. وقتی رئیس وارد اتاق شد خوب بهش نگاه کن. اگر چیز جالب توجهی بهم گزارش بدهی نمیگذارم توی دردسر بیفتی. فهمیدی؟ بله عمو. اگر سر و صدای راه بیندازی سر سوزنی بهت کمک نمی‌کنم و آن وقت باید خودت تنهایی درستش کنی. از کمد دور شد و بعد پشت به آتش ایستاد. دربان با جارو و خاک‌انداز و کاسه و پارچه‌ای برگشت. عالی جناب، مجدداً عرض می‌کنم که خیلی متاسفم. نمی‌دانم چطور. 3 نقطه. فقط زودتر این خرابکاری را درست کن. دربان داشت خالی را تمیز می‌کرد که باتلر به همراه مرد دیگری به نام تورالد که خدمتکار لرد آزریل بود وارد شد. آنها داشتند یک جعبه چوبی صیقل خورده را که دسته‌های برنزی داشت به داخل اتاق می‌آوردند، ولی با دیدن دربان هر دو سر جایشان میخوب شدند. لرد آزریل گفت: بله خیلی بد شد. بطری توکی بود که ریخت. این چراغ است؟ تورالد، بگذارش کنار کمد. من هم پرده را آن طرف نصب می‌کنم. لیرا متوجه شد که می‌تواند از لای در کمد پرده و تصویرهایی را که روی آن می‌افتد ببیند، ولی نمی‌دانست که آیا عمویش عمدن این کار را کرده یا نه. با استفاده از سر و صدایی که خدمتکار برای باز کردن پارچه کتانی و نصب آن در قاب به راه انداخته بود، لیرا فرصتی پیدا کرد تا حرف بزند. می‌بینی پان واقعا ارزشش را داشت که بیاییم اینجا، مگر نه؟ پانتالیمون با ترشرویی گفت: شاید آره، شاید هم نه. لرد آزریل در کنار آتش ایستاده بود و داشت بقیه قهوه‌اش را یواش یواش می‌خورد. در تمام مدتی که تورالد مشغول باز کردن جعبه پروژکتور و برداشتن در عدسی آن بود، لرد مرموزانه او را تماشا می‌کرد. تورالد پس از بررسی کردن مخزن نفت گفت: نفت زیادی دارد عالی جناب. اجازه می‌دهید دنبال تکنسین بفرستم؟ نه لازم نیست. خودم درستش می‌کنم. متشکرم تورالد. مهمانان شامشان را تمام کردند باتلر؟ به گمانم تمام شده باشد. اگر درست متوجه حرفهای آقای کافسون شده باشم، رئیس و بقیه مهمانها به محض اطلاع از تشریف فرمایی شما مایل بودند هر چه زودتر مراسم شام تمام شود و به حضور شما برسند. می توانم سینی قهوه را ببرم؟ بله، سینی را بردارید و هر دو بروید. بله عالی جناب. باتلر با تعظیم کوچکی سینی را گرفت و به همراه تورالد از اتاق خارج شد. به محض بسته شدن در، لرد آزریل مستقیم به کمد نگاه کرد. لیرا می توانست قدرت نگاهش را که انگار یک شیء فیزیکی مثل تیر یا نیزه بود احساس کند. لرد نگاهش را از کمد برگرداند و آهسته شروع به حرف زدن با دمانش کرد. او به آرامی جلو آمد و موقر و گوش به زنگ در کنارش نشست و نگاهی به اطراف انداخت. چشمان سبزش به محض چرخیدن دستگیره در همانند چشمان سیاه لرد آزریل به طرف در حال چرخید. لیرا در را نمیدید ولی صدای نفسها را با ورود اولین نفر به اتاق شنید. لرد آزریل گفت: جناب رئیس. 3 نقطه. بله من برگشتم. مهمانها را به داخل راهنمایی کنید. چیز جالبی دارم که میخواهم نشانتان بدهم. پایان فصل اول.